Bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening Asabım seksin, şokolatı ne yapayım? Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. من امروز جمعی ما در دهه آهلیک برای پیشواز گرفتن جمیله حاجیانه که از زیارت مکه طلا برگشتند، از نام فرزندانشان با آمدن از خانه خدا تبریک میگوییم، مبارکباد میکنیم. البته عزیزان این لحظه های خرسندی رو هم راه شمایان به هم میبینیم. امروز تبریکات را از راهی دور، از نام دلارایتی از مسافرت، از نام دخترکان نازنینشان دلدارایتی، دلارامایتی، نبیره های شیرین بختیار جان و الیار جان تبریک میگوییم. و البته پیگیری کنید، با ما باشید. رفته. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران مادران مهربان. السلام علیکم حاجیانه. زیارت مکه طلا مبارک باشد. زیارت خانه خدا را دیده آمدید، مبارکباد میگوییم. این ببینید که با پای قدم شما با امر تقدیر خداوند در و دروازه های ما را با یک برف سفید، با یک رزق و نصیبه البته پر از سفیدی شد. بگذار به استقلالیت وطن عزیزمان چشم نرسد. این خیلی حاجی ها زیاد شوند، حاجی آنه ها و حاجی بابا ها زیاد شوند و هر بار رفته از نام محله، از نام دهه عزیزمان، از نام شهر سمرقند و جمهوری ازبکستان زیارت کعبه طلا رفته بیایند. به هر یک پدر مادری که هست در سر فرزندها این خیلی روزهای زیبا رو دیدن نصیب کند. امروز جمیله حاجیانه احرار و شما را از نام فرزندان عزیزتان، شخصا از نام آن دختر نازنینتان که در مسافرت هستند، از نام دلارایتی، از نام دلدارایتی، دلارامایتی شما را تبریک میگوییم. تاکید کردن دلارایتی برای مادر من رسانید، فرمانید، گفتند که هیچ وقت دلگیر نشوند، نگویند که من پسر ندارم. من خیال کنند که من به جای 100 پسر وظیفه‌شان را اجرا میکنم. و البته برای مادر عزیزم رسانید، مشو غمگین اگر دختر بیزادی، مشو غمگین اگر دختر بیزادی، که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر اگر صاحب تاج گردد، بسا دختر اگر صاحب تاج گردد، و پیشش 100 پسر محتاج گردد. من امروز هم جای دختری به هم جای پسری به در خدمت مادرم هستم، چرا که مادر من را، دو خواهر نازنینم را
به وای رساندن، هم جای پدر هم جای مادری کرده. حاضر باشد در دم پیری برای نبیره هایشان، برای فرزندان من، برای بختیار جان، الیار جان وظیفه مادری را اجرا کرده ایستادند. مهری بیمانند داشتن را بهر آنها تحفه کرده ایستادند. خدا کند که هیچ وقت کسل نشوند. دوست می‌دارم، ناز ببینم شانه همیشه شکوفان شده گردند. از نام دختران نازنینتان، از نام دل آرامایتی شما را تبریک میگوییم. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی به کناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی دیده هایم مادرم. الله های فارم و پند و نصیحت های تو، شد سرودی زندگی با بقایم مادرم. بر قدی خم گشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبحی صفایم مادرم. امروز حاجیانه تا آمدن شما از زیارت خانه خدا همراهی دختران صحبت کردیم، تشکیلی را تشکیل کردیم. گفتن که مادر من برای من هستی من هستند. چشمه های کوثر که چخلی که پر از سرشار آب است، مادر من سرشار مهر هستند. از دم خورده برای ما فقط مهنت کردن، زحمت کشیدن، مهنتی حلال کردن، ما را صاحبی بخت و عائله کردن. خدا کند که هیچ وقت درد و غم را نبینند و از نام آن نفری که در آن خاندان دلارایتی کار میکنند، آن انسانی که از ایران هستند، فارسی زبانان هستند، از نام آنجانشان تبریک میگوییم. از نام فرزندان آن خاندان که شما را بسیار دوست می‌دارند، ناز می‌بینند، اگر ممکن باشد آنها می‌بینند حاضر شما را، از نام فرزانه آیتی، فریبا آیتی، فرانک آیتی، دختران نازنینشان شما را تبریک میگوییم. و در اینجا کمی تبریکات دخترشان هست برای شما می‌خواستیم رسانیم. مرحمت. سلام جمیله خانم، من فرزانم، دختر فرنگیس، دوست لورا. خواستم بهتون تبریک بگم. دیگه حالا باید بگیم حاج خانم، نگیم جمیله خانم. خواستم تبریک بهت بگم، خوشبخت باشی، موفق باشین انشالله. میخوام بهت بگم که نگران لورا هم نباشین. اصلا لورا مثل خواهره برای من، مامانم مثل دخترش دوستش داره، ما همه جور مواظبش هستیم. میخواییم که خیلی برای لورا خوب باشه. دختر خوبی بزرگ کردی، تبریک بهت میگم. امیدوارم که هر جا هستی موفق باشی و تندرست سلامت باشی. تشکر میگویم برای خانم فرزانه که از شهر اسرائیل رسان کردن، تبریکات خود را فرستادن. لارا که گفتن در اینجا دلارایتی را لارا گفتن، نام می گفتن جیغ می زدن در شهر اسرائیل. البته گفتن که رسانید که نامی من در اینجا دیگر است. شما را تبریک میگویم. حاجیانه بگذار همیشه مانند امروز خوشبخت و خرم و زیبا شده گردید. و از نام دلارایتی برای خواهران نازنینشان، برای دلارامایتی تبریک تشکر میرسانیم برای فرزندانشان را مهر و محبت داده با وای رساندنشان. برای البته دلدارایتی تشکر میرسانیم. خواهرانم برای من مصلحتچی، دعاگوی من هستند، خبرگیره که من هر بار زنگ زده از حال احوال من خبر میگفتگی انسان ها هستند. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پوری آب است به دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. امروز حاجیانه البته دلارایتی گفتن که من اگر امکان می بود می رفتم و خودم از همون فرودگاه ایرپورت مادرم پیشواز می گرفتم، آغوش می کردم. امروز از من دیده خوشبخت‌تر دو خواهرم است، چرا که از آن روی پر از نورشان که از خاندان خدا آمدند بهره‌مند هستند. بوسه میکنن، آغوش میکنن، گوید که از نام من هم آغوش کنن مادر عزیزم. و برای مادر عزیز گلدسته های زیبا را تیار کردیم. مرحمت. پیشکش میکنیم پیش قدم هایشان، گلها را میسپاریم. مرحمت. مبارک باشد.
البته از دستشان گلدسته زیبا را میگیریم که در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین را بهرشان تحفه میسازیم که تمام روی دنیا تن گرفتن که در تمام دنیا کتاب قیمت بها این کتاب قرآن کریم است. برای حاجیانه میسپاریم. مرحمت قبول کنید حاجیانه. زیارت خانه خدا مبارک باشد. مبارک باشد. حاجیانه، هر باره که انسان به سفر می رود از آنجا تاریخ می ماند. امروز برای شما عکس های زیبایتان همیشه جاویدان باشد گفته. همین خاندان زیبا و آویزان باشد. هر بار دیده فرزندان را دعا کنید گفته. آن عکس هایی که در خانه خدا عکس گرفته رسم گرفته آمدید پرتریتی کلام کردیم برای شما تقدیم می سازیم. مرحمت پیشکش می کنیم برایشان. رحمت، تشکر. مهمانان به حضور گذشتگیتان ممکن حاضر برای ما حاجیانه لازم هستند. مرحبا مهمانان به حضور نشسته استراحت کنیدتان یک تا سخنهای تبریکاتی را میشنویم برای امروزه حاجیانه از نام دختران زیبایشان. مرحمت دلارامایتی نزدیکتر میستم یک تا مادر جان عزیز را در روز خرسندی. مرحبا. السلام علیکم خواهر و دادران، خویش و تبارها. من از این فرصت استفاده برده خواهری به دل نزدیکم با این روز خرسندیش و خانه خدا رفته آمدگیش حاجیانه شدگیش راست شود. همه وقت سا گردد، سلامت گردد، سری فرزندان بندهای ما دوگی و نبیره و ابیره دخترها شود. همه وقت سا گردد، در دلت چی نیت دارد به نیت خدا رساند. همه وقت سا گردیم، سلامت گردیم، چی در دل خدا به ما لازم است هم همونه همین روزکای نیک برساند. یا شکا خوش پیر شوند، پیری به دولت شوند، فرزندانشان جا بجا کنند. هم تو روزکای نیک به هم ماتون خدا رساند، هم ماتون سا گردیتون، سلامت گردیتون. رحمت هم یک کتون. هزار رحمت. تشکر. مبارک باشد. تشکر. مرحمت از نام دختران میخواستیم نیت های نیکشان را شنویم. السلام علیکم هماتون و خوش آمده خونه بی منبع نوری دیده تاجی سر بی جان. من شما تبریک میکنم اتگیدی خیر روز برسیدگیتون و خدا به هزاران بار شکر. آیتی جانو به رحمت کلون میگم همه وقت در یورتی مسافر صحت سلامت باشم، ساق رفتگیان سلامت بیان. پاییگه آهسته گلچنبر ساچه، قلبیگه شادلیکدن قرغان قرمن. خیاتده ینگی سخیفه آچه، آنمنه این بختلی ایال قلمن. یورگی درد علم توی میده سره، کولیگه ارمان سو قوی میده سره. دنیادگی برچه ایالدن کره، آنمنه این بختلی ایال قلمن. هزار رحمت. امروز خوشبختترین زن هستم خداشان که این خیل زیارت خانه خدا را دیده آمدم. برایشان امروز از همه روزی خرسندی است. البته میخواستم یک تا نیت های نیک مهمانان را شنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خواهران عزیز. این اویتیا که مهربون مقدار رسانده همه روز اکابه هم یکم نم رسانند. ساق باشند، سلامت باشند، در سر فرزندکشون حضور حلاوتی برای چکیکشون رو بینند. ساق و سلامت گرد اویتی جان با یک بار تبریک میکنه. خدا هم یکم نبار رسانند.
Assalomu alaykum. Mahkum. Урочка да мне был. Jamletijon, желаю вам крепкого здоровья и счастья вам, чтобы вы дошли до самого Бога нашего, и чтобы мы тоже так же смогли, как вы. Спасибо вам. спасибо вам тоже. البته ازابابا بهتون میانشان با امروز روزی خورسندی است. مرحمت احرارو همینجا دخترشان مرحمت و رخش پیششان با نزدیکتر میستیم. مرحمت ассалому алайкум дӯстони азиз, хешони меҳрубон. ман аз ин фурсат истифода бурда аммаҷонам худи ба монанди бием барем ин каси аммаҷон соҳ саломат бошанд, рафтатон дост бошанд, дастари мо саломат бошанд. ҳазор раҳмат. албатта рӯзи хурсандӣ муборак. мехостем набераҳо агар табрикошон бошад шунавем, баъд аз он расму аксҳо бардорем, ба таърих муҳр созем. марҳамат. кани набераҳо меҳмонон, ҳамдиёрону хешовандони азиз, иҷозат диҳед ман имрӯз холаҷони азизамро бо ин ҳоҷиона шудагиашон табрик таҳниятҳо гуфта ба инҳо умри дароз, саломатӣ дар сари набераю фарзандонашон, дар сари моҳо соқ саломат гаштагишон ба тилак доштастем. илоҳо то дунё бошанд, фақат замина зерка гардан дунё тинҷ боша, ҳама ҷо ба тинҷӣ шавад. Buvijonim buvijon, mehribonim buvijon, onaginem onasi, so'hrabonim buvijon. Baxtimga omon bo'ling, iloho yuzga kiring, dilingiz g'amlanmasin, ko'zingiz namlanmasin. Buvijonim buvijon, mehribonim buvijon, onaginem onasi, sho'xzabonim buvijon. раҳмат, ҳазор раҳмат мегӯем. аз донаташам мағза ширин мегӯянд. ҳоҷиёна мана набераҳо қанот шуда дар атрофи шумо дар хизмат ҳастанд. рӯзи хурсандӣ муборак. навбатро албатта ба оператор медиҳем, якта расм мегирем. пеш аз он якта худатон таассуротҳое ки дар он ҷо дидед баҳри меҳмонон каме бошад ҳам нақл кунед ва албатта илоҷаш бошад агар қироат мекунед. марҳамат. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аввалон бор ман ҳамаи меҳмонҳое ки ба хонаи ман омаданд қадам банҷида када ҳамаошон ба ташаккур мегӯям. раҳмати калон ҳурмат када иззат када омдаги ошон ба аз самими қалбан ташаккур мегӯям. моён аз овен травел гуфтаги ташкилот 14 кас 16 кас 14 рӯза аз умреш барафтем. таъссуротҳо бисёр хуб. من وای با گفته ازبکو تل آجیز وای گفته دادم با امی خیل کعبه برفتیم 10 روز گشتیم، مکه منوره برفته گشتیم 4 روز 5 روز. به حد شهر زیبا، به حد یادگاری ها، جای های من این زیارتگاهش به حد بسیار جدا هم تازه آزاده. ماهانه همه خیل نفس همون شهر را قبول کردن که باز رفتگی هم آمیز است. همه من هم مهمان های شتگیه قشلاق با من هم میشناختگی، من هم دوست داشتگی، هم سینفان دوستان دوگانه هم خیشو توار حق و همسایه هم هاشونه همونجا و رفته حج عمرش و رفته آمدگی هاشون به من طرفدار من. هم هاتون رویتون البته خانه خدای رفته تواف کردن، دیدی کعبه الله و چغ زدن. این هر کس من میسر نمیشد. نکی اگر انسان از تگی دل از تگی قلبش نیت کند اگر نیتشو میرسید است. من وقتی که در سناتوریا کار میکردم حالی من نیت کردگی بودم که اگر من خداوند کریم با نفقه رساند
من نفقه‌ام رو اون کرده با همراهی یاردمی با فرزندانم البته همون کعبة الله رو رفته زیارت میکنم. گفتم من یاد کردگی بودم چندین سالها در دلم بود و امروز من همون آرزوی دیرینه‌ام برسیدم. من به حد خرسند هستم. من همه شما رو با همونجا برفته زیارت کرده آمدن تکلیف میکنم. به حد جای زیبا پیغمبرمون قبرشون زیارت کردیم، کعبة الله با چغ زدیم، چندین اونجا بودگی مسجد های کلان من تعریفش رو گفتن نمیتونم حاضر اونجا برفته زیارت کردیم. همه شمایان رو انشاءالله همونجا رفتن نصیب روزی کند. نیت کنیتون اتگی دلتون اتگی قلبتون اگر نیت کنیتون البته انسان نیتش رو میرسوند است. چون که من از خودم همینه گوهش شدم که من نیت کردم نیتم برسیدم. من به حد خرسند من از فرزندانم از خش و توارمم اهم ماشم که همه خیلی روزای نزد با من رسیدم. رحمتی کلان خوش آمدیتون هموتون. شما بام تشکر حسین جان. ساق باشید، سلامت باشید. من همین کارهایی که تشکیل کرده گشتید از این هم بلندتر رواجناکتر شود. همه همو آمدگی میرفتگی حاجی آنهای شما با تبریک کردن نصیب روزی کنند. گفتم من نیت میکنم. ساق باشیدتون، سلامت باشیدتون. همسرتون که قوشه پیر شوید دیتون یاشی وقت برفتن اونجا قلایتر بود. از همین چیز به من گواه شدم که سال اگر گذرد پیچی مانده میشد آدم. اگر وقتی جوانی برود با بسیارتر خوب. همون وقتی جوانی بر البته رفته همون جاهای زیارت کرده اومدم. همه شما و شما بر من طرفدار. ساق باشیدتون، سلامت باشیدتون. باز یک بار دیگر هموتون خوش آمدیتون. رحمت. هزار رحمت تشکر میگویم. آن آرزوهایی که کردید خدا کند که عملی گردد. همیشه وطنمان تینج و آسایشته باشد. چنین حاجیانه ها زیاد شوند و آن خانه خدا رفته آمدنی هر یک پدر مادر هر یک بنده مسلمان نصیب کند میگویم. مبارک باشد. مرحمت. اپراتور ما در خدمت هستند. عکس ها میگیریم شش نکرده به هزار همراهی نبیره ها فرزندان خویش و نزدیکان که امروز روزی خرسندی شما است. بگذار 120 ساله شوید و در آن خیلی روزهای خرسندی آمده باز شما را تبریک کردن نصیب کند. تشکر میگویم. Başımdaki taç, kü alenge, yayradır kıraç. Tahtı devlet, başımdaki taç, kü alenge, yayradır kıraç. Karıştırdık, yayıp kırk kulaç, devrelerde oynasın anam. Devrelerde oynasın anam. Tüyler kurda oynasın anam. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم،
ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لک نبیند مادرم. من بیننده های عزیز، تماشابینان ما، امروز حاجیانا را برگشتن از خانه خدا آمده تبریک کردیم. از نام فرزندانشان، از نام نبیره های شیرین آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. خدا کند که به استقلالیت جمهوری ازبکستان عزیزمون چشم نرسد، به این وطن آباد و آزاد این خیل حاجیانه ها، حاجی بابا ها زیاد شوند و در این خیل روزهای خرسندی آمده تبریک کردن نصیب کند. با ما باشید که ما با شماییم. رحمت، سلامت باشید. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ره ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ره ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. تو چون تاجی سرم، در ره ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ره ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای